میخوای مثل برنامه‌نویسای حرفه‌ای کدتو کوتاه‌تر و خواناتر بنویسی؟ این چند روش میتونه بهت کمک کنه. روش اول، شرط دهی توسط ایف تک خطی. همونجوری که توی این کد داری میبینی، به جای استفاده از ایف و الس میتونی شرطت رو تنها توی یک خط پیاده سازی کنی. به این شکل کدت رو کوتاه‌تر و مرتب‌تر میکنی. روش دوم، مقدار دادن پیش‌فرض توسط اور. همونجوری که داری توی این کد میبینی، در برخی شرایط نیاز داریم که مقدار پیش‌فرض داشته باشیم. به جای شرط نوشتن میتونیم از اور استفاده کنیم، ساده و سریع. متغیر نیم مقدار داشت ازش استفاده کن، در غیر این صورت از مقدار پیش‌فرضی که من دادم استفاده کن. روش سوم، مقدار دهی شرطی توسط اند. مثل همین کدی که داری میبینی، اگر متغیر ایزردی برابر با ترو بود، کد بعدش اجرا بشه. این روش برای اجرای سریع کدهای شرطی خیلی کاربردی هست. کدوم یکی از این روش‌ها رو از قبل میدونستی؟ اگر نکته‌ای هم داری توی نظرات بهم بگو.